بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری واحلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی. در روز 29 ماه مبارک رمضان قرار داریم. دقایق و لحظات و فرصت های خیلی اندک و آخری که الله متعال توفیقمون بده تا به پروردگار بر بگردیم و پروردگار دعا و نیایش و طاعات و عبادات همه ما و شما عزیزان را قبول بکنه. در خدمت مهمان عزیز و گرامی هستیم که لطف کردن تشریف آوردن، جناب استاد محمد موسی فریور، استاد دانشگاه کابل و همچنان معاون شورای صلح و نجات. جناب استاد خیلی خوش آمدین و تشکر که به برنامه سفره رمضان تلویزیون هلال تشریف آوردین. بسیار تشکر، ممنون. من خودم خوشوقت میدانم که برای بار در برنامه تلویزیون هلال که تلویزیون همه مسلمانای افغانستان است شرکت میکنم. خیلی خوش آمدین جناب استاد. میشه در نخست البته بحث‌های سیاسی شما را با نامتان و با چهرهتان همه مخاطبان ما آشنا هستند. میشه خود معرفی بکنین؟ استاد محمد موسی فریور کی است و از کجا است؟ بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین. با سلام به شنونده و بینندگان عزیز شما و همکاران عزیز تکنیکی شما. تعارف از نظر اسلام یک سنت است، ولی تعارف به نظر من ضرور نیست، به خاطر که اکثر شهروندان کشور خصوصا از طریق رسانه ها مرا دیدن میشناسند. خب به هر صورت نام ما کمی مطول است. خواجه محمد موسی فریور. تخلص خانوادگی ما صدیقی است. روزگار مرا فریور ساخت و ما متولد سال 1336 هجری شمسی در ناحیه اول شهر کابل در گذر خیابان کال متاسفانه از حافظه فراموش شده هستم. و پدرم به اصطلاح پیور کابلی شهری بود، خالص کابلی. مادر خدا بیامرزم پیور کابلی دیاتی قره‌باغی بود. و در میان دو فرهنگ متضاد یا متباین ما زاده شدم. یک طرف با نکتایی و کف و کالر و دریشی به اصطلاح فرنگی، یک طرف هم با مو لباس خاص مردم کدامن یا شمالی ما و با فرهنگ و عادات و رسوم و نوع نگاه متفاوت. ما در یک محیط یا محیط متضاد بگیم، من نظر جامعه شناسی سیاسی بزرگ شدم. از وقتی که به اصطلاح به سن شعور رسیدم یا به بلوغ فکری رسیدم، یک تضاد عمیق را بین شهر و ده بدون کلمش بفهم احساس میکردم. پس آنها که باز سر و کارم به مطالعه رسید و به جامعه شناسی را مباحث زیاد دوست داشتم، خصوصا جامعه شناسی سیاسی را، با دیدم که این چقدر اثرات بر شخصیت ما و بر شخصیت همه شهروندایی که در دو محیط متضاد زندگی میکنه داره، اثرات بسیار بارز، البته تبعات مثبت و منفی خود داره. ما در همچی یک محیط و فضا تولد شدم و بزرگ شدم. جناب استاد، با تفاوت فرهنگ و رسوم و عنعنات شهر و ده وقتی در نظر میگیریم و شما هم مادرتان از قره‌باغ و پدرتان از قسمی که شما گفتین خالص کابلی شهری بود. یک کم شوخی کنم. کابلی های ما که ما را در صفحه تلویزیون میبینه، اما کابلی های اصیل بگویم یا بومی، خیابان به نام ناف کابلیات میکنن. یعنی ما با گفته بچه های شوخ کابل از ناف کابل هستیم. چطور تانستین شما یک توازن میان این دو فرهنگ ایجاد بکنین؟ یا ای که شما جانب مادر گرفتین یا پدر؟ اما جوامع که طبعا زندگی خب بدوی بوده و به مرور زمان انسان به طرف مدنیت رفته و از برکت دین مقدس اسلام فرهنگ شهری و تمدن شهری جاگزین به حساب فرهنگ و تمدن روستایی شده و یک امر معمول در همه جوامع بوده
در کشور ما متاسفانه به دلایل گوناگون نسبت حاکمیت نظام‌های ضد مردمی این حرکت بسیار بطی بوده و به شکل عادی اگر صورت میگرفت باعث قدر تنش و پرخاش‌های اجتماعی در جامعه نمیشد. خوشبختانه ما امو قسمی که از نظرم و تعریف فرهنگ شهرودی خدا برای شنوندگان و بینندگان عزیز شما وانمودم. میخوایم بگویم که حفظ تعادل در بین این دو پدیده بسیار سخت است. به اصطلاح لعل به دست آید و همیار نرنجد. چطور پس آن که گفتم به سن شعور خود رسیدم و به سن بلوغ فکری رسیدم، برام بسیار سخت بود که چگونه یک توازنه بین دیدگاه ها و مواقف و سلایق و علایق فرهنگ بگویم تمدن روستایی یا کدامنی بگویم بهتر است و شهری چی کنم حفظ کنم. لله هم در این کار خصوصا وطندارای کدامنیم که مرا در صفحه تلویزیون میبینه، چون من در دوران جهاد الحمدلله آدم شناخته شده بودم و قماندانای بزرگ نیکنام میگم بدنامش خدا ما را از وار از ما نگاه کنه، مرا به نام خوارزاده مردم کدامن یاد میکنن، از سر کوتل تا به بگویم اگه وسیع‌ترش بگویم تا به سالنگ. الحمدلله توازن نگاه کردم، علایق نگاه کردم. من امروز یک خانه در چی دارم؟ در شهر کابل دارم، یک باغ الحمدلله و یک خانه امو با لوازمش در امو قریه دارم و که میرم. یعنی بسیار جالب است که از فرهنگ شهر با می نیازها و دیدگاه های شهری و با علایق و سلایق شهری وقتی که در روستا میرم باز فریور یک کدامنی و یک روستایی است، وقتی که در شهر آمدم باز یک شهری استم. بله. استاد پیش ازی که به تحصیلات و مکتبتان بپردازیم، شما گفتین تخلص خانوادگیتان صدیقی است ولی روزگار شما را فریور ساخته. بله. فریور چه هست و چرا روزگار شما را فریور ساخت؟ پدرم چون کارمند دولت بود خدا مغفرتش کنه، به ولایت قندوز اوجه وظیفه گرفت سال 1351. ما همراه خانواده رفتیم به شهر زیبای قندوز که از طریق تلویزیون شما به همه قندوزی های عزیزم سلام عرض میکنم، چون ما چند محیط بزرگ شدیم و همه از اونها بر من حق داره. در شهر قندوز که رفتم او انفعال جوانی ما بود، صنف 8 مکتب بودم و سخت به مطالعه علاقه داشتم و با شعر و ادبیات زیاد علاقه من بودم. فهم ما از تخلصی بود نسل جوان از فریور بشنوه که تخلص باید مبین نژاد و چی ما نباشه، قوم و قبیله ما نباشه، تخلص باید مبین فکر و عقیده یک مسلمان باید باشه. نه ای که نام پدرم حسن بود حالا ما حسن زاده شدم، یا عثمان بود ما عثمانی شدم. ما تخلص خانوادگی از پدر داشتیم. ما از اولادی ابوبکر صدیق رضی الله عنه خلیفه اول مسلمان ها هستیم، از سلاله و شجره مبارکی همو بزرگوار هستیم. با مرور زمان با بحث جامعه شناسی سیاسی آمد، با مرور زمان در این جامعه ما به اصطلاح تاجیکایز شدیم و تخلص صدیقی را خانواده ما از پدر حفظ کرده بودن. در حقیقت من مرتکب یک بدعت سیئه در خانواده ما شدم، سخت با عکس العمل خانواده و خصوصا پدر خدا بیامرزه مواجه شدم که تو چندکی ملک که تخلص آبایی و اجدادی تا کنار گذاشتی و حال تو شدی فریور یعنی چی؟ باز ما برشان میگفتم که یک مقطع یک شعر را که یا غزل را که ما گفته بودم برشان میخواندم که چو فریورم نگویم سخن تی لفافه، چو فریورم نگویم سخن تی لفافه که کلام پاکیشان همه به حجاب باشد. فریور کلمه سوچه فارسی داریست. ما ایر از فرهنگ دی خدا در سال 1353 که از همون سال موارد مطبوعات افغانستان شدیم، ای را به عنوان یک تخلص شیری انتخاب کردم. این دارای معانی مختلف است، از هم اسم است، هم اسم مصدر است،
و هم صفت است. اما متعارف ترین یا معمول ترین تعریفش در فرهنگ دی خدا گل خوشبو است که ما او چیز تابالی خوشبویی را در وجود خود پیدا نکردم، ولی تلاش کردم که گل خوشبو باشم. راستکار، متدین و رک و راستگوی و پشتونای ما که میاد چا چی سپین خبری کردی و ما بیشتر سر همین چیز زیاد تاکید کردم که ما باید راستگو و راستکار باشم و نه تنها خود ما بلکه جامعه را به این طرف باید دعوت کنم. و معنای همون فریور در مقطع غزلم که بر شما خواندم این بود که چو فریورم نگویم سخن تی لفافه که کلام پاکیشان اما به حجاب باشد. و بالاخره سال 1353 ما شدم فریور و باز وقتی که گپ ما به پانتون کشید و وارد کادر علمی شدیم، حالا با اصطلاح مرا میگن استاد فریور. بسیاری ها نام مرا نمیفهمند. در رسانه ها چون در تایتل من نوشته میشه که محمد موسی فریور و بسیار به ندرت خواجه محمد موسی را نوشته میکنن، مرا میگن فریور. شاید در اون چیز جایی نشه چون شما گفتین که نامتون طویل است. از مکتب و درس و تحصیل استاد یاد بکنین که چی وقت شروع شد؟ یک شوخی میشه کدام پدر بچه خود علت میکرد که تو تنبل غیر در چانس سیر کامیاب میشی، باز ایره هرچی که میگوید مرا وقت بده پدر او را وقت نمیداد. آخر که بوده بسیار اوقات شد ترک کرد او پدر همی عنوان چی را خود بخوان، پارچه را بخوان و پارچه خودم پدرش بود. حالا ایره به سبیل شوخی گفتم. ما از صنف اول مکتب تا صنف 12 مکتب یا اول بودم یا دوم و در صنف 12 از لیسه عالیه بیبیه ما اول نمره می فارغ شدم. دوره ابتدایی را در مکتب میرویس هوتکی خواندم در ایستگاه اخیر پانتون کابل و دوره ثانوی را از لیسه شیرخان قندوز یادش بخیر فارغ شدم و صنف 11 را تنها صنف 11 را در لیسه نومان پروان خواندم. بسیار جالب است بر شما. و صنف 12 را با در لیسه عالیه بیبیه خواندم و از جا فارغ شدم، از جا وارد از لیسه دانشگاه شدم. اول نمره عمومی فارغ شد. اول نمره عمومی. خوب است کسایی که فارغای لیسه بیا ما را میبینن. اوجا معمولی بود که لیسه بیا با امریکا یک توأمیت علمی داشت در سطح البته معارف. اول نمره عمومی را هر سال لیسه بیا با امریکا روان میکرد. مدیر لیسه ما خداوند مرده و زنده شب بیامرز آدم بسیار شریف بود، شمالزای نام داشت، تخلصش بود. او مرا گفت که او بچه تو در کنکور شرکت نکنی. باز فقط یک شمع بگویم یک خدا عفو کنه یک الهام به ما شد. سال 56 بود، آخرین سال زمامداری داود. فقط یک اسم نامری به ما گفت که نه برتم کنکور امتحان بده. و همون کنکور اگه امتحان نمیدادم سال آیندهش کودتای کمونیستی شد و دیگه کس نام امریکا را گرفتار نمیتونست. و ما باز الحمدلله در کنکور و این جالب است نسل جوان شاگردان که من در صفحه تلویزیون بینه کل افغانستان یک فاکولتی حقوق علوم سیاسی داشت که در چوکات پانتون کابل بود و این فاکولتی حقوق علوم سیاسی به سطح افغانستان به مو طول عرضش سالانه 180 محصل میپذیرفت. از بین 24 متقاضی یا شاملین کنکور سال 1356 در 180 نفر یکیش فریور بود. ماشاءالله. یک پرسشی که در بین مطرح است استاد، معمولا شهریا بیشتر تلاش میکنه چون فرصت امکانات برشان میسر است و کسایی که از شهر کابل دورتر میشن مثلا پروان یا کندوز که شما یاد کردین اونجا فرصت ها برشان اندک است. چطور شد که شما با این سیری که کردین به این ولایات بعدم اومدین در لیسه حبیبیه اول نمره عمومی شدین؟ قصه بسیار جالب داره. چون ما الحمدلله والمنه سلاله نهضت اسلامی افغانستان هستم، مثل دیگرها دروغ نمیگم که از مؤسسین هستم، از نسلاله یا نسل دوم نهضت اسلامی هستم، طبعا به اقتضای سن و سال. ما زیاد علاقه من بودم که فاکولتی انجینیر بخونم و در علوم ریاضی بسیار علاقه داشتم، نمرات بسیار بلند میگرفتم، طبیعتا هم علاقه داشتم، با کارهای عملی تکنیکی هم زیاد چی داشتم.
هم علاقه داشتم و هم دسترسی داشتم. میخواستم انجینیر شم، ولی در سال 1355 والی وقت زمان داود خان مرا بنا به فعالیت‌های سیاسی از لیسه شیرخان و قندوز به لیسه نومان پروان تبعید کرد. وقتی که من در لیسه نومان پروان آمدم، ما فکر کردیم شاید وظیفه پدرتان اونجا تبعید شده. نه من تبعید شدم، تبعید سیاسی شدم. این معمول بود در زمان اختناق ظاهر و داود و کاکای به حساب چیش دیکتاتورش. این یک نوع تبعید داخلی بود، یک نوع تنبیه بود بگیم، تنبیه یا جزا دادن بود. در لیسه نومان پروان که آمدم یادم صنفیایم و معلمای بزرگوارم که اکثریتش بر ما حق بسیار بزرگ داره، اونجا که آمدم متاسفانه سویه بسیار پایین بود. لیسه شیرخان و قندوز یک لیسه بسیار تاپ بود در سمت شمال. اینجا که آمدم باز چون من درگیر مسائل سیاسی هم بودم و یاد استاد اسلام مباشر که حال در امریکا زندگی میکنه، از برادرای صدر نهضت اسلامی افغانستان است، با اون آشنایی داشتم، مشوره داشتم. دیدم که اگر من در کنکور شرکت کنم شاید در فاکولته انجینری کامیاب نشم و باز تصمیم گرفتم که در صنف 12 باید خود در رشته اجتماعیات تبدیل کنم. خود وقت در رشته بندی بود. در زمان داود خان که ما با وجودی که مخالف داود بودیم خوبیایش هم باید یاد کنیم. امتحان ما ماوار بود، ما در هر ماه امتحان داشتیم، یعنی شاگردای معرف در 9 ماه 9 امتحان میدادن، در 9 ماه 9 امتحان سپری میکردن. امتحان 4 ماه و سالانه از بین رفته بود، یعنی فوق العاده سطح معرف بسیار شده بود، بالا رفته بود. این حقیقت است، از این باید انکار نکنیم که باز عکس سال آینده که کودتای کمونیستی شد وقت ضایع نمی‌کردین. نه. یعنی شاگرد اما تنبلترین شاگرد اون نظام میرسان، نظام میرسانش، اما سیستم او را میرساند. متاسفانه ما حال فاقد و سیستم هستیم. باز ما متاسفانه با لمی از مشکلات، خوشبختانه بگیم با لمی از مشکلات خود از رشته ساینس به اجتماعات تبدیل کردن از رشته اجتماعات به ساینس امر عادی بود. حتی مدیر مکتب هم میتونست یک شاگرد از رشته اجتماعات به ساینس تبدیل کنه، ولی عکسش تنها صلاحیت وزیر بود یا معین بود که هم به ندرت صورت میگرفت. حالا نمیدانم مرده زنده است، خدا بیامرزش، میر عبدالفتاح صدیق معین وزارت معارف بود. اتفاقا یکی از دوستای پدرم مرا به او معرفی کرد و بازو لطف کرد و مرا به رشته چی تبدیل کرد؟ به رشته اجتماعات. با من در لیسه به از صنف 12 الف اجتماعیات از اون لیسه در سال 1356 فارغ شدم. همون سال ما کنکور امتحان دادیم و همون سال در 15 اوت سال 1356 ما درس ها را در فاکولته حقوق علوم سیاسی پوانتون کابل شروع کردیم. ادامه صحبت های جناب استاد محمد موسی فریور، معاون شورای صلح و نجات و استاد دانشگاه کابل را پس از یک وقفه دنبال میکنیم. باز هم خوش آمدید در خدمت جناب استاد خواجه محمد موسی فریور، استاد دانشگاه کابل و معاون شورای صلح و نجات هستیم. ادامه برنامه سفره رمضان هست و جناب استاد شما در سال 1356 15 هود روانه دانشگاه کابل شدین. او محیط چگونه یافتین؟ پوانتون کابل بدون مبالغه یکی از تاپترین پوانتون‌های جنوب غرب آسیا بود. در زمان از کشورهای پیشرفته دنیا در پوانتون کابل محصل می آمد درس می خواند. همصنفی های ما در دور که ما آمدیم 2 ایرانی بود که یکیش خانم شعلان هم داشت، یکیش حسین سفیری بود، یا همصنفی های شخص خود ما بود. در سایر فاکولته های علوم ساینسی بسیار زیاد از کشورهای مختلف اینجا می آمدن
درس میخواندم و در فاکولته علوم ساینسی زبان تدریس انگلیسی بود. سرتیفیکیت یا دیپلمی که پوانتون کابل میداد این به معیار بین‌المللی بود. یونسف او را به حساب چی میکرد؟ سرتیفای میکرد و کادرایی که از پوانتون کابل خصوصا پوانتون کابل فارغ میشد کادرایی به معیار بین‌المللی بود. با استانداردهای همون وقت ما درس میخواندیم. تاپترین استادا در فاکولته حقوق علوم سیاسی ما را درس میداد. خداوند زندهایش نگاه کنه و کسایی که فوت کردن بر ما حق دارن همشون، خداوند او را مغفرت کنه و با معنای واقعی کلمه استاد بودن. فرق ما با اساتید نسل نو که آمدن خصوصا در دوران کمونیستایی بود که من زیاد از استادای بزرگوار اثر پذیرفته بودم، از او استفاده میکردم و با او ارتباط داشتم. چیزی که نسل جوان ما امروز شاید هیچ به او آشنا نباشن. درس ما صبح تا دیگر بود. در کافتریا میرفتیم چاشت نان میخوردیم. نان مکلف قیمتش 4 افغانی بود. 4 افغانی. و ما به شمول خودم اعتراف میکنم که همون 4 افغانی را بسیاری مسئولین روزانه سخت بود نداشتیم. همون 4 افغانی در دوره ما 20 افغانی. بله. و چاشت نان با در کافتریا میخوردیم. چون الحمدلله مسلمان بودیم میرفتیم تا پیش از کودتای ننگین و منحوس 700 را میگم که بعد از اون نماز خواندن دیگه جرم بود. با میرفتیم در مسجد کوچک بود در ساحه ترانسپورت یا اداره ترانسپورت پوانتون کابل در اوجا میرفتیم نماز میخواندیم. هنوز هم هست مسجد. عالی هم هست بله. و با مسئولین لیلی میرفتن در منزل دوم لیلی مرکزی پوانتون کابل اوجا را ساختمانش جای برای مسجد نبود اما در اوجا را نماز جای جور کرد در اوجا نماز میخواندن. باز ما یک فرض مثال 1 ساعت درسی را قبل از ظهر داشتیم. 1 ساعت درسی را فکر کنین ساعت 11 بجه داشتیم. باز از ساعت 11 تا ساعت 3 بجه ما چی بودیم؟ رخصت بودیم. باز تا ساعت 3 بجه باز ما میرفتیم نان میخوریم، نماز میخواندیم، تفریح میکردیم، فوتبال میکردیم. ما چون ورزشکار بودیم والیبال میکردیم و بعد از اون بعد از 4 بجه که درس‌ها ختم میشد در پوانتون کابل تا ساعت 8 شب در کتابخانه مرکزی پوانتون کابل که با نام سید جمال الدین افغان یاد میشه در اونجا ما درس میخواندیم. بارها یادم است که موظفین کتابخانه ما را با اصطلاح به زور از کتابخانه میکشید که وقت پر است بفرمایید. با ما هم تو به اصطلاح تشنه و با اصطلاح بچهای شوخ کابل واسخت میمادیم. باز از چی مبرامدیم؟ از کتابخانه مبرامدیم. یک آتش یک تشنگی عجیبی نسبت به مطالعه ما داشتیم و شرایط تا حد امکان دمو دوران مساعد بود و ما مطالعه میکردیم. چیزی که نسل جوان شاید امروزش نشنیده باشه، فرهنگ کتابخوانی در شهرهای بزرگ خصوصا شهر کابل بسیار زیاد بود. کتاب‌ها در خرطاسی فروشی‌ها یا کتاب فروشی‌ها کرایه داده میشد. کتاب‌های عادی شب 2 افغانی، کتاب‌هایی که قطور بود و به اصطلاح را پشت کاپرایی میگفتن او شب 5 افغانی کرایش بود. و چون یک آدمی که پولش کم بود کوشش میکرد تا صبح بشینه اما یک کتاب با 2 افغانی بخونه. حال واره نیست که کل کتابخانه دنیا در اینترنت بشورید و کسی به حساب فراهم است. در اون یک شرایط ما درس میخواندیم کتاب بخونم و رونویسی میکردیم. یک چیزی که نسل جوان حالا هیچ نمیفهمه و خوب فتوکپی نبود. بسیار پسانه آمد ماشین فتوکپی. جوانا میرفتن کتابای مهم کتابای ضروره کلش از روش رونویسی میکردن. شاید او وقت رسانه‌های اجتماعی نبود، شما فرصت کافی داشتین برای که بیشتر مطالعه بکنید. بله به هر صورت یک رقابت بود، یک خیلی مهم بود، یک رقابت بسیار شدید بود. خوب از نسل جوان از فریور بشنوه در سال 1348 که ما از صنف 6 لیسه میرویس هوتکی فارغ شدم، در سال 49 که آمدیم وارد لیسه غازی شدیم. ما در لیسه غازی هم درس خواندیم، فراموش شد براتون بگویم. 2 ساله اولین بار کنکور صنف 7 شروع شد در زمان ظاهرشاه. کسایی که از ابتدایی ها فارغ می شدن وارد لیسه های عالی می شدن
و باید آزمون میدادن کنکور. باز کسایی که نمرات بالا میگرفتن وارد لیسه عالی میشدن، به اصطلاح کنکور زده با در اولین بار در زمان ما متوسطا ساخته شد که از صنف 7 تا 9 بود. باز دمی بین جوانان خصوصا شهر کابل به می کسایی که در متوسطا میرفتن به نگاه چندان خوبش مردم نمیدیدن. ادن اونا رو میگفتن کنکور زده هستن. دیگه تو به نگاه خوب دیده نمیشد. مثل که کنکور زده یک نام بسیار بد بود، میگفتی کنکور زده است. یک روی رقابت بسیار شدید بود، اما نظام شرایط طور آورده بود که هم خانواده هم در سطح حکومت و هم در سطح مؤسسات خصوصی خوب بسیار به ندرت پیدا میشد. سکتور خصوصی خوب است بگیم، اما تشویق میکردن که برن درس بخوانن. روی رقابت بسیار به شکل سالم در معارف زمان داود خان که ما در دوره درس خواندم در زمان ظاهر شاه وجود داشت. بله. این بسیار نقش بسزا داشت، خیلی مهم بود. بله. استاد شما از امو تشنگیتان به کسب دانش و ای که ناگزیر میشد امو کارمندای کتابخانه شما را به زور از کتابخانه بکشد بعد از تا ساعت 8 میشستین، رابطه ایتون با استادا چگونه بود؟ حال بعضا تعریف میشه از بعضی استادای دانشگاه کابل که علیاذ بالله خدا به اصطلاح به جای خدا حساب میکنن، حتی گپ زدن میشه همراهشان و تعاملشان با مسئولین چنین است و چنان است. چقدر شما این حرفای امروز تایید میکنین و او روز چگونه بود؟ آیا او روز هم چنین مواردی بود، استادایی بودن با چنین عادات و روش‌های؟ استادی یک مقام معنوی است در تمام دنیا، یک اعزاز است، یک افتخار است. و ما از استادای خوب خود سخت بودم، متاثر بودم. ای که سوال نکرد چرا ما فاکولتی حقوق سیاسی را انتخاب کردم. ما زیاد علاقه‌مند بودم که به پارلمان برم به عنوان وکیل و نماینده مردم. دلیلی که ما به فاکولتی حقوق سیاسی آمدم امی بود که ما رشته چی را میخوانم؟ اداری و دیپلماسی را میخوانم و از اینجا میخوایم برم به طرف پارلمان و به طرف مبارزات پارلمانی. وقتی که کودتای کمونیستی افتساب صورت گرفت، این تمام یاروزا نقش براب شد. ما دیگه هم غم ما براندازی نظام کمونیستی و بعدا دفع ترد اشغال شوروی بود. یک حقیقت است و یک افتخار بزرگ است که الحمدلله با سهم خود در اون نقش بازی کردم. باز پسان که ما چرا علاقمند شدم که استاد شدم، این امو بدیلی بود که برای وکالت ما در پارلمان سرش فکر میکردم. استادی انتخاب دوم. بله، استادی یک مقام معنوی بود و استادایی که ما در اون زمان درس میداد استادای ما با دیدگاه متفاوت بودن. اکثر استادای ما دیدگاه به حساب لیبرال داشتن، در غرب درس خوانده بودن، با فرهنگ و با کلتور و با سلیقه غربی آمده بودن. درشی و نکتایی و کلاه شاپو و به حساب پایپ ددانشان و چتری مخصوص، بالاپوش مخصوص، یک لباس مخصوص داشت. خصوصا استادای فاکولتی حقوق سیاسی یادشان بخیر یا که ما را می‌آمدن درس میدادن و یک تعدادشان کمونیستای بسیار پروپاقرس دو آتشه بود. فراموش نشه که شخصیت‌های مهم سیاسی چپ و راست و مسلمانان از فاکولتی حقوق سیاسی فارغ شده. شخصیت‌های مهم سیاسی افغانستان از همین فاکولته هم چپ هم راست، هم چپ راست و هم مسلمان. جوانان اشتباه نکنه که مسلمانان راست که میگن این یک چیز درست نیست، اصطلاح درست نیست. ما سه دیدگاه داریم: دیدگاه چپ راست، یا دیدگاه کمونیستی یا سوسیالیستی، دیدگاه راست یا اندیویدوالیستی یا لیبرالیستی و دیدگاه اسلامی. کسایی که اشتباه میکنن مسلمانان راستگرا میگن این یک دیدگاه و عذاب هم در دنیا دارای سه گرایش است: عذاب چپ راست و عذاب اسلامی. در اون شرایط بحث ما سر استادی بود. من علاقمند شدم که باید استاد شم. چرا خواستم استاد شم؟ خدا مغفرت کنه انور ارغندیوال استاد تاریخ، مضمون تاریخ افکار سیاسی ما بود. ما پس از 8 سال انقطاع آمدم صنف 4 خواندم
در دوران کمونیستا ما به زندان رفتم از آخر صنف 4. 8 سال انقطاع آمد، 4 سال در زندان سپری کردیم، 4 سال دیگر هم به اجبار به نام عسکری سر ما چی کردن، به حساب تحمیل کردن کمونیستای ملعون. پس از 8 سال انقطاع وقتی که ما آمدم، ارغندیوال خدا مغفرتش کنه بر ما گفت که خواجه موسی ما گفت تو باید این فاکولته استاد شی، همین 8 سال تا نمی رقم میتونی جبیره کنی. ما گفتم والا استاد بسیار مشکل است، نظام به دست کمونیست است دیگه، ما چطور میتونم در اینجا استاد شم؟ گفت بیا تو توکل تا به خدا کن، تصمیم طبیعی. این شروع صنف 4 براتون گذشته خوب داشته صنف شروع صنف 4. باز ما که از 4 فارغ شدم، اول نمره ممی یادش بخیر یک استاد داشت به نام عتیق شریف و ما را مضمون مسائل سیاسی جهان درس میداد. این برای من نمره 99 را داده بود. نمیفهمم حال در کجای دنیاست. واقعا آدم شریف بود. ما رفتم در دیپارتمنت پیشش گفتم استاد مرا چطور 99 دادی؟ باز یک خنده هم تو معنادار کرد. گفت دیگه فریور صاحب یک اشتباه شده، یک اشتباه شده. تنها یک نمره من 99 بود. مطابقی آرشیو فاکولتی حقوق وجود داره، رزومی ما به حساب ترانسکریپت ما اوجا موجود است. به هر صورت باز من تصمیم گرفتم که وارد کادر علمی شوم دیگه، چون رژیم نجیب در حال جان کندن بود و مجاهدین در حال پیروزی بود و من از زندان سیاسی بدنام پلچرخی بیرون آمده بودم. کمونیستای معلوم الحال که موظف بودند که مرا در او دوران هم به حساب چی کنن، تحت مراقبت و نظارت داشته باشند، که باز چند تایش پسان با در این فاکولته استاد شدن. متاسفانه ننگ و آر جامعه استادای افغانستان بودن. با ما به بسیار مشکل، شاید هیچ مبالغه نکنم، استادای بزرگوار که مرا در صفحه تلویزیون بینن، ما شاید مستثنا آدم باشم که غیر کمونیست در زمان نجیب ما وارد کادر علمی شدیم. چرا؟ معیار استاد شدن بعد از کودتای منوس 7 ثور عضویت در حزب دموکراتیک خلق افغانستان بود. ایران نسل جوان باید بدانه. کسایی که بعد از سال 1357 تا سال 1367 که ما وارد کادر علمی پوانتون کابل شدیم، ما شاید میگم حکم نمیکنم مستثنا فرد غیر کمونیست بودیم که ما در فاکولتی حقوق سیاسی امتحان کادر را دادیم، کنفرانس علمی را دادیم و به حساب وارد کادر علمی شدیم. از سال 1367 تا به حال ما عضویت یا افتخار عضویت کادر علمی پوانتون کابل، پوانتون ننگرهار و در محیط هجرت افغان پوانتون ما داشتیم و دارم الحمدلله. خیلی سپاس استاد. از یک قضیه دیگه مطرح میکنیم از در مورد تشنگیتون به تحصیل و مطالعه و اینا. حال که شما تدریس میکنین و به عنوان استاد هستین، آیا او تشنگی رو در نسل نو و نسل جوان هم میبینین که محصلین باشه که با اونمو علاقمندی که شما داشتین به مطالعه و تلاش بپردازن؟ بله، یک دوران فتور، یک دوران بسیار سیاه، یک دوران پر از کشمکش، قتل و خون و انفجار 30 سال پسی نسل جوان ما تجربه کرده بود. در سال 1381 که ما از افغان پوانتون از پشاور آمدم دوباره تقرر مجدد در پوانتون کابل پیدا کردم. در سالهای اول در حقیقت ما رموار از فاکولتی حقوق یک تعداد فارغ ساختیم، کسایی که درسایشان نیمه تمام مانده بود در صنف اول و 2 و 3 و تا 4. بعد از سالهای 1384 و 85 در پوانتون کابل یک نظم اکادمیک آمد. بعد از 85 تحولات نوام آمد، نه اینترنت آمد و کامپیوتر آمد و حسابی فراورده های آیتی و تکنولوژی آمد و نسل جوان با این طبعا خود آشنا ساخت و در سطح مؤسسات دولتی و مؤسسات خصوصی و در سطح سکتور خصوصی شرایط برای نسل جوان برای آموزش کامپیوتر و به حساب مسائل مختلف مربوط به علوم تکنولوژی وجه فراهم شد. نسل جوان آهسته بله. ادامه صحبت‌های شما را بعد از وقفه دنبال میکنیم. بیننده عزیز در برنامه سفره رمضان ما را همراهی بکنید.
یک بار دیگر شما عزیزان را به ادامه برنامه سفره رمضان خوش آمد میگویم و در خدمت جناب استاد خواجه محمد موسی فریور، استاد دانشگاه کابل و معاون شورای صلح و نجات هستیم. استاد، ادامه صحبت های شما ما در مورد که آیا امروزه محصلین و دانشجویان شما آنطوری که شما علاقمند بودین به کسب تحصیل هستن یا خیر؟ بله، نسبت به او دوران که ما قبل سال 1381 بگویم محصلین علاقمند شدن. رهبری وزارت تحصیلات عالی، رهبری پانتون کابل در مجموع تلاش صورت گرفت که جوانا بیاین با یک روحی مطمئن درس بخوانند، اما متاسفانه او انتظارات که ما داشتیم، اون انتظارات که جامعه داشت نسبت جنگ و ناامنی و وضعیت خراب در کشور او برآورده نشد. روی هم رفته به شکل نسبی نسبت به دوران جنگا و کشمکشا نسل امروز خوب درس میخوانه، امکانات زیاد در دسترسش قرار داره، ولی متاسفانه جنگ و ناامنی یک مانع بزرگ است در راهی که جوانا بتونن به اون اهداف متعالی که هم جامعه میخواه و هم خانوادهشان میخواه هم خودشان میخواه خود برسانند. استاد، با امی قضیه پیش میریم که شما نزدیک به 60 سال عمرتان است و هم تحصیل کردین و هم تدریس کردین، چند دوره به پارلمان خود کاندیدا کردین و در اواخر شورای صلح و نجات شکل دادین، چون خودتان گفتین که جنگ مانع جوانا هست، مانع تحصیل و هر نیازی که جامعه ما داره. صلح پیش شما چی مفهوم داره و چقدر صلح در افغانستان دستیافتنی است؟ بله، شما در معرفی ما لطف کردین، گفتین ما الحمدلله افتخار عضویت و معاونت شورای صلح و نجات افغانستان دارم. یگانه شورای در سطح کشور که ثالث بالخیر است، جانبدار نیست، نه جانب حکومت میگیره، نه جانب طالبان را بگیره و نه جانب امریکایی یا به حساب خارجی یا ناتو را. منافع اولیای اسلام و منافع اولیای افغانستان نصب العین اعضای شوراست. این شورا متشکل از 4 کاتگوری یا صنف ممتاز جامعه است. اساتید پانتونا، خوشنامترین و پاکترین اساتید پانتونای افغانستان در شورا حضور داره. علما یا رهبران بزرگ دینی جامعه افغانستان در اینجا عضویت داره، مثل که مولانا صاحب عبدالسلام عابد یکی از معاونین شوراست، دکتر صاحب ایاز نیازی یکی از معاونین این شوراست و صنف سوم اعضای شورا رهبران خوشنام اقوام شریف افغانستان است و صنف چهارم یا کاتگوری یا بخش چهارم اعضای شورای صلح و نجات افغانستان تجار یا سرمایه‌گذارهای افغانستان هستند که از این لحاظ الحمدلله ما هیچ نیاز نداریم که به اینجا و به سفارتخانه ها مراجعه کنیم، از او تگدی کنیم و این تگدی باعث وابستگی ما شود. صلح یک فریضه است. برای ما معتقد بودیم و هستیم، تجارب حدود 5 سال از تأسیس شورای صلح و نجات افغانستان که مگذره به ما مخت که صلح نیاز جامعه افغانستان است. متاسفانه در شرایط فعلی علی الرغمی که حکومت مدعی است که ما اجماع را در سطح منطقه و جهان برای آوردن صلح در افغانستان به وجود آوردیم، ما خلافی نظر هستم. تنها صلح به سود ملت افغانستان است و اگر به سود خارجی ها می بود، اگر به سود حکام همسایه می بود، بدون اراده ما همون قسمی که جنگ بر ما تحمیل کردن، صلح هم در این جواد چی میکردن؟ تحمیل میکردن. ولی چون صلح به سودشان نیست، صلح تنها به سود ملت افغانستان است و با لطایف الحیل با صلح بازی میکنن. این پلینگ پیس است، بازی با صلح است یا پلی بای پیس با معذرت پلی بای پیس است. در افغانستان یکی پروسس صلح است، یکی پروژه صلح است. متاسفانه در از سال 2001 تا به امروز با وجودی که یک شورای دولتی به نام شورای صلح ساخته شد، این یک شورای بود که به شکل یک پروژه بود. اما آقای کرزی، هم آقای غنی و هم آقای عبدالله کسایی را که در بدنی حکومت و 3 قوی افغانستان جابجا کردن نمیتونستن بازو را تطمیع میکردن، در شورای صلح اونجا تعبیه میکردن و ماش امکانات و لندکروزر و امکانات و خرچ دسترخوان میدادن. کی پروژه بود. دنیا میگه که ما 3 میلیارد دلار برای پیس بیلدینگ در افغانستان مصرف کردیم. دروغ بزرگ.
بزرگترین دروغ غرب آمریکایی است که 3 میلیارد دلار برای پیس بیلدینگ یا مصرف کردن. این برای پیس بیلدینگ نبوده، این برای بازی با صلح بوده. یکی صلح به عنوان یک پروسس است، یک جریان است، یک روند است. ما الحمدلله به هم با اقتضای منافع اولیای اسلام و هم به اقتضای منافع اولیای افغانستان ما مجموعه آمدیم حدود 5 سال قبل با کمیت حدود 750 نفر در محضر تمام رسانه‌ها که شاید شما حضور داشتین، ما اعلان موجودیت کردیم و به دنیا گفتیم که ما وسیط بالخیر هستیم، ما با هیچ جنای طرفدار نیستیم. نسل العین ما منافع اولیای اسلام و منافع اولیای افغانستان است و خاتمه جنگ است. و صلح قربانی کار داره. ما بر صلح قربانی هم دادیم. چند تا شهید بزرگوار داشتیم که وقت نیست که نامایشان بگیریم، خداوند همیشان مغفرت کنم. و متباقی هم ما با خدای خود تعهد کردیم که برای آوردن صلح حاضر به قربانی استیم تا قیمت خون و جان خود و خانواده خود. بنان ما با استفاده از تریبیون تلویزیون هلال به ملت افغانستان خطاب میکنم تا ملت در پشت دایه صلح نایسته و حاضر به تنازل و حاضر به قربانی نشه، صلح در افغانستان نه به کمک خارجه و نه به کمک حکام همسایه که یک خواب است و خیال است و مال است و جنون در افغانستان تعمیل و تطبیق نمیشه و روی صلح و ثبات و استقرار سیاسی ملت افغانستان نخواهد دید. استاد شما گفتین که مردم حمایت بکنند و به صلح همین دایه صلح حمایت بکنن و با پشتش ایستاده شوند. مردم چی کار کرده میدونن؟ صلح به عنوان یک خواب، یک رویا برای مردم این کار میفهم که بسیار سخت است، چون آنقدر فضای ناباوری را از دوران اشغال شوروی تا اشغال امریکا در این کشور چاق کردن که هیچ کس بر کس دیگه اعتماد کردن نمیتونه. چگونه فضای عدم اعتماد و فضای اعتماد ما مبدل بسازیم؟ با قول حافظ بزرگوار گویند سنگ لعل شود در مقام صبر، آری شود ولی به خون جگر شود. برای کسایی که بر صلح به عنوان یک مأموریت دینی کار میکنن، ما با او خطاب میکنم که صلح بدون قربانی نمیشه، صلح بدون حوصله نمیشه، با یک گل بار نمیشه. ما باید بر صلح سالهای سال تلاش کنیم تا فرهنگ صلح جاگزین فرهنگ خشونت و عدم اعتماد بسازیم. وقتی که اعتماد آوردیم، گمشده ما یا سرمایه گمشده جای ما اعتماد است. ما چگونه اعتماد بار دیگه در افغانستان و به خانه فرد افغان و مسلمان برگردانیم؟ برای کار ضرورت است. بنابراین ما باید خسته نشیم و ما هنوز در اول کار هستیم. برای صلح ما با خدای خود تعهد کردیم که باقی عمر خدا برای صلح وقت میکنم. لله الحمد با استناد اسنادی که خودم دارم و دوستا عزیزم که مرا میشناسن، ما از اون سالهای 1371 که متاسفانه تنظیم جنگی ناروا و نامشروع در افغانستان پس از اسقاط رژیم بازمانده تجاوز شوروی صورت گرفت، ما برای صلح کار کردم. ما شخصی بودم که بین رهبران بزرگ سیاسی او وقت میانجیگری میکردم و افتخارش داشتم، البته در رکاب سایر استادای بزرگوار و با همکاری سایر استادای بزرگوار و علمای بزرگ دینی ما. حالا معتقد هستم که برای صلح باید کار کنیم و خسته نشیم و اعتقاد ما است که تا وقتی که ملت در یک صف واحد در دفاع از صلح و برای خاتمه جنگ نایسته و حضور پیدا نکنه، این جنگ لعنتی که از ما نیست و از ملت ماست و از ملت مظلوم افغانستان هر لمحه و هر لحظه قربانی میگیره، هرگز در افغانستان خاتمه پیدا نمیکنه. خیلی سپاس جناب استاد. شما چند دور به پارلمان هم خدا نامزد کردین. فکر میکنین چرا به پارلمان راه نیافتین؟ دلیلش واضح بود. شاگردایی که مرا میبینن در صفحه تلویزیون، چی دختر و چی بچه، چی کسایی که در دوران جهاد در یک مکتب بودیم، در محیط هجرت بودیم، حاکمیت نخواست. هم در زمان آقای کرزی هم در زمان آقای غنی که ما وارد پارلمان شد. و الا ما محاسبه خود داشتم، ما هواخواهی خود داشتم، کسی که 500 نفر در تیم کمپاینش باشه، اسنادش داریم. یک مثال ساده میگم، موحد چی ضرورت داره که با فریور تلفن کنه یا بگه خبر بده که من با پدرم رفتم تو آقای فریور 2 تا رای دادم، ما اینی آرا را جمع کردیم. در این دور آخر که من نامزد ولسی از حوزه انتخاباتی کابل بودم، 4000 رای
معلوم داشتم که احمد محمود خیش قام کوچگی ملای مسجد وکیل گذر به من گفته که ما به تو رای دادیم. چوکی پارلمان فروخته شد به تروریستای اقتصادی و به قراردادی های ناتو. ایده کلیگه میفهمه. چوکی پارلمان فروخته شد. این افتضاح و رسوایی که امروز دامنگیر مملکت است خواهد برکات شوم امو چند کمیسیون بدنام انتخاباتی بود که به اصطلاح ایرانیا مستقل که خود یدک میکشیدن، دروغ میگفتن، هرگز یا مستقل نبودن. بنان اگر با آرای شفاف مردم می بود و من و تعداد دیگه به نیابت از مردم وارد پارلمان می شدن. این پارلمان چوکیاش فروخته شد، این پارلمان اعضایش سفارتخانه تعیین کرد، این پارلمان یونما تعیین کرد، این پارلمان اعضایش دفتر یا سفارت اروپا در افغانستان تعیین کرد، این پارلمان اعضایش استثناش بکشیم محدوده که اگر برای مردم آمده باشه همشان پیش وجدانهای خود خجل هستند که یا با آرای مردم و با آرای شفاف مردم به پارلمان را نیافتند. من یک مکلفیت دینی خود می‌دانستم که برم به صدای رسای ملت افغانستان و به صدای مجاهدین فی سبیل الله، نه دزدا، نه جهاد فروشا و نه خائنین بارمان 1.5 میلیون شهید جهاد برحق افغانستان. ما صدای مجاهدین فی سبیل الله در پارلمان شم و اوجا برای منافع اولیای اسلام و افغانستان و بر دفاع از حقوق محرومین و مستضعفینی که در جهاد خرد خمیر شدن و امروز نان خوردن ندارن و از آدرس از او چند تا جهاد فروش آمدن صاحب جاه و جلال و سرمایه بادآورده و رام شدن. من خواستم صدای اونو مجاهد مظلوم، اونو مهاجر مظلوم، اونو زندانی سیاسی مسلمان دوران جهاد باشم، دوران اشغال شوروی باشم، صدای اونو یتیم، صدای اونو بیوزن باشم، صدای اونو معلول باشم، صدای صدها هزار مفقود باشم که تا امروز خانوادهشان به انتظار چیشان است که یا در شوروی سابقه در زندان‌ها به سر میبرند یا در سایبریا یا در تاکویای زندان‌های رژیم کمونیستی محبوس هستند. من میخواستم صدای از واشم، حاکمیت نمیخواست. با موضع‌گیری که ما در رسانه‌ها داشتم، در سمینارها داشتم، در کنفرانس‌ها داشتم، در پوانتون کابل به عنوان یک استاد سابقه دار مطرح که همه مرا میشناختن و مرا تحمل کردن نمیتونستن و هرگز مایوس هم نبودم. قطعاً نه مایوس بودم و نه خود شکست خوردن میدانستم. شکست خوردن کسایی را میدانستم که با آرمان مردم، با اعتقادات مردم و با منافع ملت بازی کردن و خیانت کردن. خیلی سپاس استاد. وقت افطار فرا رسیده، میشه دعا بکنیم تا افطار بکنیم. بیننده های عزیز، این بود برنامه امروز سفره رمضان. تا فردا که انشاءالله اگر روزه بود و یا عید، همه شما رو به الله می سپارم. استاد دعا بکنیم. اللهم انی لک ابسمت و بک آمنت و علیک توکلت و علی رزقک افطرت. بسم الله.